تصور کنید که یک دوربین قدیمی به دستتان میرسد، دوربینی که هر کسی که با او عکس بگیره قربانی بعدی خواهد بود. برت دختری که هیچ اطلاعات از این دوربین وحشتناک نداره شروع میکنه به عکس گرفتن از دوستایش. همین عکس تبدیل میشه به یکی از صحنه‌های مرگ هر یکی از آنها.